خب اگه ما بخوایم یک کلمه، عبارت یا یک متن کوتاه که نشون دهنده مثلا فرض کنید نام شرکت یا نام اداره یا سازمان جایی که دارین کار میکنید به هر حال که نشون دهنده اصالت اون سند شما بخواد باشه که به صورت کمرنگ زیر متن بخواد قرار بگیره چه جوری هستش. ببینید کافیه شما از سرورگ دیزاین گزینه واترمارک رو انتخاب بکنید. یک بار من دیزاین رو بزنم، دیزاین و گزینه واترمارک رو انتخاب بکنید و حالا اینجا گزینه کاستوم واترمارک رو میتونید انتخاب بکنید. خب در اینجا اولین گزینه‌ای که اینجا وجود داره با عنوان پیکچر واترمارک. پیکچر واترمارک رو من بعداً بهتون میگم که میتونه نشون دهنده یک لوگو یا تصویری باشه که زیر عبارت یا زیر متنتون بتونید قرار بدید به صورت کمرنگ. اما تکست واترمارک همون جایی هستش که شما بتونید این عبارتتون رو تایپ بکنید. خب بعد از اینکه تکست واترمارک رو انتخاب میکنید کافیه جلوی ایساب کلیک بکنید و اینو پاکش میکنید و حالا اون عبارت مورد نظرتون رو تایپ میکنید. من حالا فرض کنید میخوام بنویسم شرکت کامپیوتری. خب بعد از اون که شما تایپتون رو تموم کردید حالا میتونید توی همین پنجره‌ای که وجود داره گزینه دکمه اپلای رو بزنید و حالا اینجا شما ملاحظه میکنید میبینید که به صورت کمرنگ در واقع این عبارت تایپ شده. اما یک ویرایش های خاصی هم میتونید به این بدید که در واقع یک مقدار اون مطلوب نظر خودتون بشه. اول بریم تو سراغ کالر یا رنگش. خب اگه من مثلا تو بخش کالر بخوام یک مقدار پررنگترش بکنم میتونم از این رنگ های پررنگتر استفاده بکنم. دوباره اپلای رو میزنم ببینم که رنگش تغییر کرد یا نه. خب من میبینم که مثلا رنگش مورد تاییدمه. اما اگه بخواید فونت اونو عوض بکنید، رنگ شکل فونت رو تغییر بدید، کافی در جلوی فونت دکمه کشویش باز بکنید و حالا فونت مورد نظرتون رو انتخاب بکنید که من حالا اینجا مثلا فرض کنید تیتر رو انتخاب میکنم. دوباره من اپلای رو میزنم، باز میبینم که این شرایط برام به این صورت تعریف شد. بریم یه سری بزنیم به بقیه به اصطلاح صفحات، میبینیم که دقیقاً این توی صفحات دیگر هم به همین صورت شکل گرفته. خب اما یک سری ویرایش های دیگه هم داره که من دوباره میرم تو همون بخش کاستوم واترمارک و اونها رو هم بهتون میگم. در اینجا یک گزینه‌ای داریم به نام لی‌آوت که میتونه به صورت اوریب باشه یا به صورت افقی. این هم باز گزینه‌ای هستش که باز میتونه شرایط رو برای شما به این صورت تغییر بده. خب اینا همه گزینه‌هایی هستش که شما میتونید برای ویرایش این کارتون انجام بدید. اما بریم ببینیم که چطور میتونیم یک تصویر یا یک لوگوی شرکت رو زیر این مثلا متنمون قرار بدیم. خب کافیه شما این دفعه برین سراغ پیکچر واترمارک و از اونجا گزینه سلکت پیکچر رو انتخاب بکنید و حالا من ورک آفلاین رو میزنم و در اینجا حالا میرم میگردم مثلا فایل مورد نظرم پیدا میکنم، فایل تصویری رو که انتخاب کردم دکمه اینسرت رو میزنم و حالا باز دوباره اینجا اپلای رو برای خودم میزنم. اینجا هم باز میبینید که یک سری به هر حال ویرایش هایی رو میتونید انجام بدید. البته ویرایش هاش خیلی به اصطلاح زیاد نیست، ولی خب مثلا فرض کنید در یک جایی که شما میخواید در بخش اسکیل میتونید قرار بگیرید و اندازه اینو مثلا فرض کنید کمتر بکنید. مثلا من اندازه اینو میارم روی 50% میزنم و اپلای رو میزنم و میبینم که حالا کلوزم میزنم، میبینم که در واقع اینجا این لوگو در واقع روی متن من یا در واقع بهتر بگم زیر متن من به صورت کمرنگ در اومد. و حالا البته خب یه گزینه دیگه هم داریم برای برداشتن در واقع لوگو یا عبارت یا هر چیزی که اینجا هستش. یه زمانی منصرف شدید شما خواستید کلا این لوگو یا عبارت رو هم بردارید، همون مسیری که رفتین واترمارک رو گذاشتید کافیه از همون مسیر وارد بشید و این دفعه گزینه ریموو واترمارک رو انتخاب بکنید و بر ترتیب اون واترمارک هم از زیر متنتون بیرون میاد.
اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک فراموش نشه و البته اگه سوالی دارید میتونید توی کامنت ها بگذارید، من میخونم و پاسخ شما رو انشاءالله میدم.